بگوی دعوالی برنامه بیام. میگوی دعوالی برنامه بیام. سلام علیکم. علیکم السلام برادر عزیز. نه من راستیش خیلی بفرما که دیگه ما خیلی شاد میشیم که مثال اینا محمد تقایف اومد خودت اومدی باید برادر دیگه مرد مای دعوت کنیا بوار که این قد نوام 3-4 تا اومده شده خیلی که تیز اومده شده یا که خبرای مو گپای مو نمیرسن. راستی برنامه را تماشا داشتم، اما جایی که بحثی برادری است من کوشش میکنم که در اون بحثا وارد نشم و به همین موضوع و به همین دلیل دیگه وارد برنامه نشیدم، چون من دوست ندارم که بدرم در بحث‌های صحبت کنیم که در اونجا اسم برادرای مبارز کشیده میشه و این طوری. از این طریق دیگه کوشش کردم که دیرتر و در داخل برنامه داخل شیم و صحبت کنیم. البته مشکلات ها در همه جا وجود داره، ولی ما باز هم کوشش کنیم که طرف مثبت، یعنی طرف خوبی ها نگاه کنیم. این خوبی ها برای ما انشاءالله که فایده میرسونه. اگر ما بیشتر به مسائل منفی نگاه کنیم، این چیز برای ما ضربه میرسونه. البته منفی ها را با همین انتقاد سازگار ما باید اصلاح بکنیم، در شکی نیست، اما کوشش کنیم که بگذاریم احزاب ها و جنبش ها مشکلاتشون در داخل خودشون حل بکنن و اگر که مشکلات های اونها در داخل حل کرده نشد و تاثیر اونها به جامعه یعنی رسید، منظور تاثیر منفی، در اون صورت ما میتوانیم در این حالت با اونها انتقاد کنیم و حرفای خود بزنیم. به نمونه مثالش اشخاص برآمدن امروز در سامانه‌های مجازی از نام این حزب و اون حرکت ها مثلا استفاده میکنن و گویا که طبق اساس آیین‌نامه های کدوم حزب ها و حرکت ها کار میکنن، اما کارهایی میکنن که اونها کارهای امنیتی تاجیکستان است، کارهای فسبی روسیه است و کارهایی است که یک حزب سیاسی در چارچوب برنامه ها و آیین‌نامه های خود که داره این مشکلات ها را این چیزها را ذکر نکرده، ولی اونها از این استفاده میکنن و کارهای را انجام میدن که اون بیرون از دایره اون حزب و حرکت هاست. و اگر سری راهی این اشخاص گرفتن نشود، در شک نیست که در اون صورت میشود با تنقید نسبت حزب ها و حرکت ها اشاره کرد و اونها را فهمون که اشخاص معینه. اول این چیزا در داخل حرکت ها باید با طریق همون اشخاص هایی که میشود رسان از این طریق رسان و در غیر از صورت اگر که نرسید و نفهمیدن بعد میشود به طریق سامانه‌های مجازی این چیزا رو حل زد. حالا مثلا مشکلاتی که در بین مخالفا به میان میآید و من این چیزها را بارها گفتم که من هیچ وقت نمیپذیرم که یک مخالف بین خود بیاید بحث بکند در حالتی که یک حکومتی و یک بوزی امنیت در مابین ما هست و صحبت‌های را بین ما میاندازد. من مثلا دیروز صحبت‌های تلفنی چندین اشخاص را گوش کردم، در اونجا یک حکومتی میآید بین دو مخالف جنگ می‌اندازد. یک مخالفش این درک میکند مثلا اون امنیتی را یعنی حقارت میکنه و فاش میده کاری تو به این نباشد، ولی این مخالف دیگری برعکس به همون داده میشود و نسبت یک برادر مخالف دیگه شرط میده. یعنی عقیده‌های متفاوت بین مخالفا باید باشد. یعنی زیبایی جامعه در همین است که ما با عقیده‌های گوناگون در جامعه زندگی میکنیم. یعنی اگون میدان با گل یک رنگ زیبا نمیشود، گل‌های گوناگون میتواند اون میدان رو زیباتر بکند. به همین خاطر مخالفت هم با داشتن افکاری متفاوت میتواند زیبا باشد. اگر ما افکارهای متفاوت نداشته باشیم و یکدیگر با این افکارهای متفاوت داشتن نپذیریم، در این شکی نیست که جامعه زیبا نمیشود و جامعه خوب نمیشود و پیشرفت نمیکند و پیشرفت ما در یکدیگر پذیری ماست و مهم است هم که شایسته سالاری در میان ما باید موجود باشد و ما با کسانی که علم و دانش دارند و در راه مبارزه خدمت میکنند چیکار کنیم؟ ارج بگذاریم و شایستگی اونها را بدانیم که اونها وقت خود، علم خود، دانش خود، مال خود، زندگی خود در راه مبارزه مصرف میکنند به هر راهی که نباشد. حالا با اینها باید اجرگذاری کرده شود و نباید بگذاریم که در راه مبارزه اشخاصی که به مانند مثلا امروزه که در حکومت تاجیکستان مشهور میشن، مثلا در یک دمی میبینی که با یک عکس قدم قربان مثلا برمت در چون کجا برفته چندین میلیون ها بیننده پیدا کرد و در عرصه چی برآمد تو کلی تاجیکستان. این چیزها چی را نشان میدهد؟ یعنی نشان میدهد که بیسوادها، ناتوانها جای شایسته ها را میگیرند و باید ما مخالفت تاجیک امروز به اون درجه نیاریم برسونیم که 4 تا ناشایسته ناتوان بیاین جایهای اشخاصی را بگیرن که اونها میآیند و در راه مبارزه
مال خود، جون خود و تمام بد نوبد خود چیکار میکنن؟ در اینجا مصرف میکنن. و چهار کسی که امروز پیدا شده و میآیند نه علم دارن، نه توانایی دارن، نه تجربه دارن و میآیند در مابین این مبارزه برای منفعتی که خودشون دارن اون کارو میکنن. برای این اشخاصی که مثال میگیریم مستقلا یا که زیر کدوم برنامه احزاب پشت پرده پیش میرن، برای اینها کی دستور داده است که باید در راه زندگی مخالفان سیاسی باید در زندگی شخصیشون دست درازی کنن، باید برن بفهمن که این در زندگی شخصیش چی دارد؟ مهم، یعنی اینها را کی وظیفه دار کرده است؟ باید این چیزها آشکار کرده شود و اشخاصی که چنین دخالت ها را میکنن باید ما کوشش کنیم که از بین ببریم. یکی از سبب هایی که ما وقتی که من سخنگوی حرکت سیاسی گروه 24 معرفی کرده شدم و چیزهایی که من در اینجا مجبور کردم شورا و برابر حرکت که برای من معین کنن که همین مشکلات بین مثلا نهضت و گروه 24 چی است، چون سالها زیاد میشد چون سخنگو من پاسخگو بودم. یکی از سببهاش یعنی کوشش دخالت در حرکت سیاسی بود. ولی امروز وقتی که قطع رابطه برای کوشش دخالت در داخل یک حرکت کرده می شود، یعنی به همین خاطر باید ما کسایی که در داخل زندگی یک شخص کوشش دخالت میکنن با هر راهی که موجود است باید اونها رو به جوابگری بکشیم. این نیست که امروز میوی و زندگی یک انسان دیگه دخالت میکنه، کارهای زندگی و انسان مثلا برهم میریزه، خانواده و انسان خراب میکنه، شأن شرف و آبروی انسان میبره و باز بیای بگوی که نه من کاری را انجام ندادم. و این وظیفه را اصلا برای شما کی داده است؟ کی برای شما چنین یک مسئولیت داده است که شما میتوانید برید مثلا یک مبارز سیاسی که امید میکند برای همین مبارزه از روسیه، از تاجیکستان، هر جای فرار میکنند، مبارزه میکند، اول میبینند جانش در خطر میاد، فرار میکنند یا به اروپا. و امروز تو میای اون مبارزه که به ما امید کرده است، فرار کرده است، اینجا اومده است، زیرش آب میگذاری و کوشش میکنی که این انسان چیکار کنن؟ دپارت سکنن، رویش کنن، برن تاجیکستان در پشت پنجره بشینن. فکر میکنیم این برنامه‌های امنیت ما احساس کردن نمیتوانیم؟ البته اینا احساس میشن و اگر احزاب‌های سیاسی در اینجا دخالت نکنن، در این شکی نیست که سری راهی منظورم اینا را نگیرن، در این شکی نیست که جامعه شهروندی، احزاب‌های توانا، سازمان‌ها و اینها خود دست به کار میشن و این اشخاصی که با زندگی مبارزان مستقل دخالت میکنن و در این شکی نیست که اقدام‌های ضروری گرفته میشود و این چیزا دیده میشود. و هم خود ما کوشش کنیم که در پخش‌های مستقیم طور صحبت کنیم که با یکدیگر اونقدر سخت حرف نزنیم. حرف‌های تنقیدی که سازشمندن ما میتونیم اونها رو در علیحدگی با همون طور و کانال‌هایی که داریم برسونیم. من فکر میکنم که ما احزاب‌های سیاسی یا اینکه مخالفانی مستقل با احزاب‌های سیاسی بین هم اونقدر دوری ندارن که نتوانن حرف خودشون در راهبرش و یا اینکه در جانشین راهبر و یا اینکه در سخنگویی یک حرکت یک حزب برسونن. البته این کارها امکان پذیر است و من مطمئنم که راه سازیش و خوبترش همین است که ما از این طریق بتوانیم صحبت‌های خود برسونیم. البته گوگو درد میکنه، رنج میکنه، علم داری، درد داری که چرا چنین میشود و چرا چنین اون میشود، ولی بازم کوشش کنیم که این نقاط رو بگذاریم به همون صحبت‌های خصوصی و به صحبت‌هایی که در داخل بتوانیم راه حل چه پیدا بکنیم. نه برادر عزیز، من چی بگم؟ همینجا زور گفتی که همینجا دور نیست مسافتمون، ما میتونیم که بگیم که پیدا بکنیم. به خدا قسم پیدا کردن نمیشه. والله قسم 3-4 نفره بس 3-4 آدم نامش گفتگیم که برادر جایی که صحبت کنیم در شخصیت در نمیدونم لبوی خیل پیداش نکردم، جواب نگرفتم تا حال. 1 ماه زیاد چی، 2 ماه زیاد چی، یا مانه 2 ماه زیاد چیده. من این برنامه را نو سر کرده بودم، 2 ماهگی بود، توزی 4 ماهگی شده، 2 ماه پیش بود. 2 ماه پیش من یک خواستم که با همین 2 نفر هم صحبت چند تا امروز جواب نگرفتم. واقعا هم مشکله وقتی که بعد میبرو یگان چیز میگوی کو بعد نمیدونم قهرشون میکنه که ما رو یگان چی بوده. بچه چیکار کردن مخالفین در گروه 24 سال 2000 کی اومد؟ دور پیغمبر در اروپا چون مردم سرجم کردن نتونست. من اینجا علمی من در این که چون صحیح پیدا نکرد مخالف اومد پراکنده دوره میشه هر روز. مردم چون نهضت اومد یا که نهضتی ها اینو فریاد نکردن که اینو نمیدونم چون اینو یخی کردن که مردم همه علاهیده شدگیه. دردی من اینه نباید مشکل نباید تنها در مخالف در حرکت ها دید. ببین
بیایید سوال به طور دیگر بتیم که آیا در حالت سختی حزب‌های سیاسی قرار گرفتن آیا مردم در کنار حزب‌ها بود؟ کدام وقت مردم توجیه اومده در پشت و در کنار همه حزب‌ها قرار گرفته و حزب‌ها به یک حرکت‌ها کار را انجام ندادن؟ یعنی این تاریخش باید نگاه کرد. یک طرفش ما نگاه میکنیم که اینها نتوانستن برنامه تاثیرگذار در جامعه پیشنهاد کنن که ملت رو جمع کنن، سرجم کنن و برون چیکار کنن، انقلاب کنن. ولی سوال دیگه این است که آیا ملت اومد در کنار اینها بیسته که اینو برنامه خود پیشنهاد کنن؟ ملت هم دوری میجوید. مثلا من مثال آشکار میگم، ما وقتی که به اونجا سفر میکنیم بین توجیکو وقتی که میریم از ما میگریزن. وقتی که توجیک از تو میگریزه و میترسه تو چگونه میتونی برنامه خود برای او پیشنهاد کنی؟ من با یک برادر روسی یک سال 2020 بعد انگلیس گذشت صحبت نکردم، یعنی چندین بار اشاره کردم با من صحبت نکرد. یک روز چی طوره شد که با تلفن یک برادر دیگه زنگ زد، من تلفن او را برداشتم با من صحبت کرد. وقتی با من صحبت کرد گفت که برادر من اومدم تمام کارا بکنم. تو در این مدت چرا با من صحبت نکردی؟ گفت که من فکر کردم مثلی. گفتم شما وقتی که میوید با اشخاصی که توانایی متقاعد ساختن طرف دیگر را دارن صحبت نمیکنید و نمیشینید، حرفا و سوالای خودتون پیشنهاد نمیکنید که جواب و پاسخ منطقی بگیرید، پس هیچ وقت آماده یگان کار عملی نیستید. یعنی در صحبتایی که در صحیفه مجازی کرده می شود و من میبرم در یک برنامه میکنم، این فرق کننده از اون است که تو درد دل داره، حرف داره و مقصد داره که میاد در من در تنهایی صحبت میکنی و سوال تا میکنی، پاسخ تا میگیری و متقاعد میشه که چیکار کرد در آینده و اون زمان مطمئن میشه که میشه کرد یا نکرد. یعنی ملت وقتی که دوری میجویه نه میترسه بیا بعد سوال جواب کنه، فقط از صفحه‌های مجازی یک دو نقطه تا گوش میکنه میره و به این متقاعد نمیشه چون هر کس سوال مشخصی خودش رو داره. با این اساس ما میتونیم بگیم که حزب‌های سیاسی متاسفانه امروز تنها قرار گرفتن، ملت از اونها دوری جست. این یک نقطهش. نقطه دوم، در همه حزب‌های سیاسی امروز اشخاصی هست که فقط به خاطر بدن نبدنن، یعنی هستن نیستن. این همین قچز است. یعنی وقتی که یک رهبر حزب بخواد یک کار عملی انجام ده، مثال آشکار میگیریم، حاضر مثلا یک حزب سیاسی یک حرکت تصمیم بگیره که مثلا یک جبهه مثلا نظامی تشکیل بکنه در یک جا، چند نفری از همین اعضای همین حزب حرکت ها میخیزه به اون جبهه میروه. من مطمئنم که یگان تاش نمیره با تو 3-4 تا. یعنی وقتی که رهبر این چیز رو درک میکند وابسته به این تصمیم میگیرد که چیکار باید کرد. وقتی که میبیند ملت آماده نیست، اطراف برش آماده نیست و در این صورت او باید چیکار کنه؟ کدام برنامه را تحریزی بکنه. وقتی جان فدایی و موجود نیست، امکان انقلاب بدنش به میان نیست یا تحریزی کردن برنامه یا عملی کردن اون موجود نیست. به همین خاطر ما میگیم که مطمئن باشه که روزی که ملت آماده قربانی بد، اون زمان تصمیم گیرنده ها و تشکیل کننده ها به میان خواهد آمد. البته باید ذکر کرد که ملت توجیک متاسفانه تشکیل کننده چیزهای دقیق نیست. ملت توجیک یک جایی که تشکیل شده باشه آماده رفتن است، در اوج اشتراک میکند، ولی جایی که تشکیل نشده باشه نمیروه. از همین دیدگاه ما میبینیم که یعنی کسایی که در عملا مخالف حکومت رفتن، در عملی اشتراک کردن، مثلا میبینید هزارها توجیک در جنگ سوریه و عراق اشتراک کرد، در افغانستان اشتراک کرد، میگه در ایران انفجار کرد. یعنی اینها فقط در جایی میروند که براشون نقشه و برنامه کار عملی داده شده است. یعنی توجیک تحریزی کننده نیست، فقط اجرا کننده ای وظیفه است. به همین خاطر مشکل حزب‌های سیاسی همین هم هست که همین کار تشکیل نمیکنن. شاید از سببش گفتیم که در بری مخالف و کناری یعنی در حزب‌های مخالف و در ریاست‌های مخالف و کسایی قرار گرفته است که خودشون اهل عمل نیستن که برون به همونجا و این اقدام اولا خودشون بگیرن تا ملت از پشت اونها بروه. ولی شاید میتونه سبب دیگه ناامیدی اونها رهبر باشه به همون اشخاص اطرافش که اینها نمیرون، پس اگر من این کارو بکنم یعنی بیکار، یعنی رنگی هجوم علیه قوات دهم تشکیل کرد و اعلان کرد و کسی نرفت. چرا؟ چون اشخاص‌های مهمی که در اونجا میرفتن اشتراک میکردن نرفته بودن. به همین خاطر این میتونه یک از سبب‌ها باشه که سری روی چنین مشکلات رو بگیره. ولی والله اعلم دیگه اون طرفش ما میسپاریم به الله و به همون اشخاصایی که توانایی دگرگونی کردن جامعه را دارن. برادر ولی من میخوام که برم برادر، اینا میخوام که بیان مردم در بر من توپ بزنن، شما تماشا کنید که من چیکار میکنم. من شما رو نمیگم شما منم مبلغ بتیه یگان کار میکنید،
راه هست، همه چی هست. فقط رفتن در کار. بیا یگان کار بکنیم. من پروستا نمیگم که مثال کبیری بروه، من نمیگم اشورف بروه، من نمیگم سلمان بروه. این آدمای کلیدی ان، اینا بست شما گپ تو ندارم. نه که مثال میگیریم نهضت یا دنیا عزا داره گروه بسیار هم باشه مخی قصه چورتای تو بونه اصلی تو بیای بره مخی. این من یقدم طاقم، من او آدمای من نمایون نیستن. این من قطعی اعضای شما میرم. بیای بریم یک کار بکنیم مخی. اونا شو برای یه بچه چند بار شد گفته شدم که همین آدمایی که ما اومدیم حجت داریم، زندگی داریم در اروپا، اینو کی گرفته حجتمون به خدا قسم نگو جواب میتیم روز قیامت. این آدما رفتن زندان شدن اپشتی کی اپشتی ما رفتن گفتن که همین مردم ما برمدن گپ زدن بردن زندانشون کردن. امروز ما اومدیم اینومی اونها دکمن گرفتگیم. امروز نه کمک میکنیم نه کار میکنیم که بریم اونها را آزاد بکنیم. من میخوام که مخالفین یکم اچره نمیخوای سرجم بشوه دیگه مشکی یک چند قدم پیش برین. آرزوی من همین چیزه. او چیزی که ما رحمانوف چپا میکنیم نمیکنیم ویش حرکت ما برکت چای پروردگار. فقط من آرزوی من همینه که ما یک جایه باشیم و همه کسا و یک کار کرده بتونیم در دست جمعانگی. نه میخواد دیگه یگان چیز دیگر نه.